یعنی در حالت مستی طلاق کردن نزد مذهب ابو حنیفه طلاق واقع می شود. در حالت غضب نزد مذهب ابو حنیفه طلاق کنه طلاقش واقع می شود. چی در حالت مثال عرق نوشی باشد، چی در حالت بنگ باشد، چی در حالت کدام نمودش که نباشد، در نزد مذهب ابو حنیفه اکراه مجبورن اگر مجبور کنن که طلاق کن طلاق کنی طلاق واقع می شود. برای همین برای علاجش فقط میتواند که در مفتیات رفته مراجعت کند، شاید که راهی داشته باشد، شاید از دیگر مذهب ها یعنی میگیرن و این زن فتواش میدهند. لیکن این قدر زن خدا ترس باشد، صاحب 3 فرزند، باید که این زن الکی این شوهر مثال این گونه مینوش باید که یک تربیه میکرد.